تاریخ پر از لحظات تعیین کننده است. اما چه میشد اگر یکی از مهمترین آنها، یعنی سقوط امپراتوری روم در قرن 5 میلادی، هرگز اتفاق نمیافتاد؟ بیایید به یک دنیای جایگزین سفر کنیم. تصور کنید امپراتوری روم با همان شکوه و اقتدار اولیه به جای فروپاشی به پیشرفت خود ادامه میداد. روم به جای اینکه به ویرانه ای از یک گذشته پرشکوه تبدیل شود، به یک کلان شهر فوق مدرن تبدیل میشد که آسمان خراش‌های شیشه‌ای در کنار ستون‌های با شکوه روم باستان قد علم کردند. خیابان‌ها دیگر پر از عرابه‌های اسبی نبود، بلکه خودروهای پرنده در میان بناهای تاریخی حرکت می‌کردند. در این دنیای جایگزین، فلسفه و دانش رومی که پایه‌های تمدن غرب بودند، به جای گم شدن در دوران تاریک قرون وسطی، به اوج خود می رسید. دانشمندان و فیلسوفان به جای تفکر در کلیساها، در آزمایشگاه‌های پیشرفته و با تکنولوژی‌های کوانتومی به کشف ناشناخته‌ها می پرداختند. زبان لاتین به جای اینکه یک زبان مرده باشد، به زبان بین المللی علم، سیاست و تجارت تبدیل می شد. ارتش روم لژیون‌های شکست ناپذیر نیز تغییر شکل می داد. به جای شمشیر و سپر، سربازان رومی از سلاح‌های لیزری و زره‌های رباتیک استفاده می‌کردند. پهپادهای جنگی با نماد عقاب رومی آسمان‌ها را محافظت می‌کردند و مرزهای امپراتوری را از هر تهدیدی در امان نگه می‌داشتند. اما آیا این دنیای کامل واقعاً کامل بود؟ شاید نه. تاریخ به ما نشان داده که قدرت مطلق فساد مطلق می‌آورد. در این دنیای جایگزین احتمالاً طبقات اجتماعی همچنان پابرجا می‌ماندند، اما به شکلی متفاوت. بردگان و شهروندان عادی با وجود تمام پیشرفت‌های تکنولوژیک شاید همچنان زیر سلطه یک سیستم دیکتاتوری پیشرفته قرار داشتند. شاید به جای جنگ‌های بیرونی، امپراتوری با شورش‌های داخلی و اختلافات طبقاتی دست و پنجه نرم می‌کرد. این سفر کوتاه به دنیای روم سایبرپانک نشان می‌دهد که تاریخ یک مسیر ثابت نیست. یک تغییر کوچک در گذشته می‌توانست آینده‌ای کاملاً متفاوت را رقم بزند. نظر شما چیست؟ آیا دنیایی با تکنولوژی رومی بهتر از دنیای امروز ما بود؟ در بخش نظرات به ما بگویید و برای تماشای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید.